ما دا یا سوال میتن خب میکنه میگه دولت زور دولت چی تو اومده اینجا موسر توزه داری تو توالت شوشته سی انا تو خسته ای پشت ادمو زینوکارا زنکارا چیز ما را ای سرم گذاشته همچو آدم همون را میگم من ایندیوالیتی دیم گروپا طولی 8 سال در گسی روغون ما کار کردیم 8 سال در 8 سال وقتی ما در اوارید غلطیدم سری ما این همی حاج معلم های دو بار اپیراتسا همی پرا تو همی پرا را اپیراتسا خوردگی وقتی ما در دختر مراجعت کردم 6000 سومان میگه تو میتی ما ترا پنسا میکنیم تا هر ماه 150 سومان میگیری چخه ما یا آدم کمبغل 6000 بتم یا 150 سوم پنسا بگیرم اینو چوری اومدم اینا ساعت چند شوه ما تو سحر کار میکنم سحر با تو بگه کار میکنم چخه ما مثال بخیزم بگم که ها اینا ما میگیم ها گپی همه اکم توری ما گپ هیچ رد نمیکنم نه که ما در پیش همه میلاد میگیم که ما دولت منظور چیه ما در یه سوال میتن خب میکنه میگه دولت زور دولت چی تو اومده اینجا موسر توزه داری تو توالت شوشته سی این ای سوال در چی جواب بتیم سخن ماما این همه سوال این همه سوال ما طرفداری کنیم در همه میلاد ما چی اتویت بتیم که ما را مثال میگه که دولت سو زور تو اومده اینجا توالت شوشته سی منم خوندگیم برادر یه برادر یک لحظه خوندگی خدمت نمیشه و همی جاییم کنکریت نخوندن در تو تاجیکستان همش کنکریت نخوندگی همه سوال مرا جواب ته بته ما دو سخت سخن دیگهش میگم برم همه سوال مرا جواب ته همه تاجیکستان همه خوندگی هم یک لحظه ما یک سوال دارم شما گفتین که در آغون با کار کردگیم بله در آغون کار کردن شما را معاشتون سر وقت می اومد برسید اویلکتون اویلو که ما میشید ما فیرما شخصی بود شخصی فیرما بود ما مثال تو حاج را میگم که همون شخصی فیرما را پدر مادرش رحمت کنه که همون آدم دادر گنرال نی دیرکتری همونجا مرا در وقت اپیراتسا یاردم کدگی ای چانس می در دخترو آورد داد ای دولت تاجیکستان یگام چی به ما کمک کدگی نیستن پنسیه که باید مرا میکردن نکردنم ما موافقی داکیمنتال دیم گروپ ایندیوالیت گذاشتم در قرابولو نه که تو حال باید مرا میبردن دختر میگذروندن چی میکردن 6000 سومان طلب کردن چی میگوی داری؟ بیاخی سوال که اینم ده سوال همو چوبلو ساده سوال دیگه میتونم تمام بیا میکنم خیلی سوم میگی انم به سوادی خلق استفاده برده سن هم خیلی کیسن انا به برادر به سوادی ما به سواد گپ توری ما به سواد با سوادای در سر وظیفه شتگیان چی باکی نگاه نمیکنن خلقی که مثال قدر زحمت کشیده سر در سر وظیفه او چی کار میکنه که خلق نگاه نمیکنه این قدر پاراگیری نگاه نمیکنه فقط باید ترمه کنه ما اوجه باوری دارم که مرا ایروپورت میگیرن ترمه میکنن میلش ای قضاب دیگه طاقت ندارم زمین ما در وحدت گرفتم همچون شهروند جمهوری تاجیکستان 8000 سومان میگه خونه ترمو میگیریم داکمنت میکنیم تخ پاسپورت میکنیم 8000 سومان این اجدا چی میگوی 8000 سومان ما در اینجا ممکن 6 ماه کار کنم برای 8000 سومان جمع کردم تو خودت یک مهاجری تو از کجای همه رژیم دفاع میکنی تو که مهاجر تو را کی مهاجر کردگی های امام علی فهمیدی کی کرد از مهاجر ای بچه هم مرده که گناهگور نکنی نوخی خودت خیسته اومده به گناهگار کی را کنیم مکه گپ توری کی را ما همجا گناهگار کیه که ما مهاجر شدیم خودت چی با خودم دم میلیونی تاجیکستان گناهگاره نه خونی امرای ما بودم که به سواد باشی بعد میای همینجا گفتم که میایم هر دمان یکون توزن بکنیم به گپ توری کی به سوادت کرد یک لحظه بس یک لحظه کی به سوادت کرد
امام علی سواد خودم نخوندم. یا چی چی امام علی نخوندی؟ چی پریچوم اینجا من نخوندم. 9000 امام علی چی پریچوم اینجا. یا مت کالج در دوشنبه 9000 سومان طلب میکنه آدم کمبغل اگجون 9000 بیاره به تو بخونه. این از سواد 9000 اگجو بیاریم بتیم. حالتی نیست در تاجیکستان جای کار نیست، کار نیست. 9000 اگجو بیاریم من بتیم. اگم آدم یا سوال دیگهش میتونم میبرم. سلام علیکم یا بار دیگه برادر. بگی یاد سوال کم تا گوش کن برادر جون من تا سوالت میتونم توضیح. ایما چند سال مایدایی؟ ایما چند سال مایدایی؟ امی یکی نه وای دارود بستگی که گاوزاخی مردم امی آدمی تو گوش کن من 93 95 خدمت کردم. خدمتی وطن مادر کردم. فهمیدی؟ نه که او را نمیکردم شو خوب بود. برای امی دولتی که اوزی حکمرانی کرده در تاجیکستان من نمیکردم خدمت وای خوب بود. فهمیدی برادر؟ من هر روز مرده میکشیدم. هر روز مردهی مسلمان میکشیدم تاجیک. 93 تا 95 من خدمت کردم. فهمیدی؟ وقتی که اویلم گذشت 2 سال پیش رفتم تاجیکستان دکتر رفتم که سپراف کبته مرا برای سمرت و اینای کاغذ میتن که تاجیکو دا تاجیکستان دا همه دولت دا میتن و свидетельство от смерти میگیم که تاجیکیشان همه دونم چی میشه. همیرا سپراف دادن دا 3 روز مرا دکتر محلمون امروز بیا پگاش آمدم یا شناسیدم گفت سیسم اشته همین گفت همه او را ریسک همه نویسانه میتیتا سیسم دادم شنویسان که در درونی کابینت شگر زنش اخورا نکمشم من مسلمان اخورا چکم بر اومدم به پول نمیکنن کار به پول هیچ که کار تبود نمینه برادر. این حکمتی ظلم فهمدستی؟ به پول یکم کس کار تبود نمیکنه. انا تو خسته ای پشت ادمو زینو کارو ظلم کارو دفاع کردستی. این کارا نکه برادر. ای خدا بترس. برای برادرایی که طرفدار امام علی هم میگیرن. اینه نمیو در پیشت اینه ما خودم اینا در شهر مسکوایم. اویلم گذشت 4 تا فرزند دارم در تاجیکستان. خیلی همون یاردمایی که میگن که انا ازبکستان یاردم کرد قزاقستان یاردم کرد یکم چی خانه بده دادگی نیست. یکم چی دادگی نیست. خیلی گپ زنم. انا کو گابزا اینا میگه یاردم کردگی نیستک. کی اینمی تو برادر میگه که یاردم کرد. کی یاردم کرد؟ سلام علیکم اکا. یاگام جو مراجعت کردی که یاردمت ننوخه اگه جو میدونم. انا بیس برادر یا سکوند. دختر ما کالج را داخل کردم. کالج مدیسین آوازی خونده است. یکم کورس 9000 سومان دادم داخل کردم. برادر چیدای خیلی گپ میزنی؟ خاطی یاگام پسرینی که هرونخرا سوم دعواشی جباد ای بی حکمت چی؟ برادر نمی توی هم یا هرونخری ای قفل هم ویا گاو میزنی. ای قفل هرونخرو باخی نه یا بار بیا مرا گشته برادر. این چوبلوسی تا باز کن یا بار بیا حالی مهاجرا را بین اینا نگاه کن در چه حال زندگی کردستیم. چون میکنی خیلی گام میزنی. ما خودمونم دامی جاییم که ما گوش که امام علی اگر بپرونم کو جانم دانه همی جام آمدگی های این همی جاد آمدگی های فهمیدی؟ امام علی تا رستم تا کدامش کی باشه میپرونم بیا بپرونم و خلاصیم. همین ریس که بکشمون عذاب در خلاص میشه. چون میکنه میبرویم پشتی میگیری مرا گوش کن چند تونه بیس ایستو من خوندگی نیستم علمی نغز ندارم. دهقانی گم میزنم چند کنی تیلو در تاجیکستان چند کنی کمرای چند گسای برای چی خلقی ما بسیویتا یک تا دیم پلی تیلوی تاجیکان کجاش نیسته پلی کمر کجاش نیسته 300 سومان 500 چی میشه 300 سومان
برای که مرا گوش کن، برای که 1.4 تا 300 تومان کدگی های ای کجا میاره خلق بیچاره. خیلی بیاین پرانه ما خلاصیم چابلوسی میکنی پشتی امام علی را کنشا میلسی بخشیش کنشا میلسی نلیس برادر ای روی حقیقت گوزه ای الله گوزم آخه چی گپی که هستن من کو همین برادر این برادر اشون پاکو من نمیدونم نمیشناسمش یکم برای من برومدم این آجی من گفتستم من ای مسکوا گپ زدیستم میپرونیم بیان ای مسکوا دبو پرونیم خلاص شیم اسم ملیساش آجی ملیسای جا پوتین گفته تو 15 ایونا ممکن میگشتن میبرویم قپت 5000 تیمگا کجا بریم ای برادر تاجیکستانی خدمان در کار بیام خیلی بریم کار کنیم توی قد چاپلوسی پشتی امام علی هم میگری تو یکم بچه رئیسی یا بچه جماعتی یا بچه رئیس پالکوم من که دهقانم مرا یکم کسی گام قسم بخورم تا سراونو گپ ختم میزنم بواره ما مامور اگه خود موجیر ما هم در راستو ای برادر اگر تو مهاجر باشی کو این گپ نمیزنی مهاجر این گپ نمیزنه آجی نمیجه اینا نگاه کن اینا نگاه کن 15 آدم در نمیخونه دیوالی تی دیون گروپا کار کرده موجیر اکا بتیش اما آدم به برانگیت گپ زنه خطیش بتیش آخی فوتبال کش نیست در برادر آجی مثلا هیچ گپ زنه گپ زنه این ای رحمونوف دفاع داره علیکم السلام ای مردک تنه لیج گپ میزنی تایم فوتبال که گپ میزنی این آدم رحمونوف دفاع میکنه روش هم اخم کدگی گوش کن برای چی که در تاجیکستان یک آدم رئیس محله میمونه یا که وای جماعت یا رئیس پالکوم بعدی یک هفته جیب 15,000 30,000 دلار در جیب نمیگرده یک تا دیم برای چی که همین آدم ها را نمیگن که تو ای کجا وردی پلا من 2093 تا 95 خدمت کردگیم ای 97 تا حاضره در روسیه ایم برای چی جیب خریدن نمیتونم برای خاطری که تو حلال کار میکنی این همه برادر کازی میگه که من در نیمه کجا دوایم کو مهاجرتم تو برادر در مهاجرت باشی این گپا نمیگوی نه در مهاجرت هم نباشه فرق نداره و در مهاجرت هم هستن انسانایی که چاپلوسن